بقدری مجسم بکنید درآمد از نفت، درآمد از گاز، درآمد از پتروشیمی، درآمد از زراعت و یه خصوصیاتی هست در خوزستان که محصولش موقعی به دست میرسد که شاید از هر نقطه دیگری 2 هفته زودتر این محصول به بازار. و اگر ما قصد صادراتی داشته باشیم، هر بازاری که ما بخواهیم 2 هفته در بست در اختیار ماست. این ثروت‌های ملی به نفع ملت و به نمایندگی جامعه اداره خواهد شد که منافع آن را ملت ببرد، نه اینکه یه عده ثروتمندتر بشوند و یه عده استفاده‌چی منفعت بیشتر. اما قضیه اقتصاد، ما یه ملتی هستیم که به این گرسنگی خوردن ها عادت کردیم. ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافی است. ما در هر هفته 1 روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست.